به این بررسی سریع از بازار رمزارزها خوش اومدین. بازاری که خب راستش رو بخواین بیشتر شبیه یه ترن هواییه. یه روز همه دارن جشن میگیرن، فرداش همه وحشت زدن. امروز میخوایم با هم یه نگاهی بندازیم ببینیم این ترند دقیقاً داره به کدوم سمت میره و چه فرصت‌ها و البته خطراتی پیش روی ماست. خب سوال اصلی همینه نه؟ امروز روز ترسه یا روز طمع؟ برای اینکه به این سوال جواب بدیم اول از همه باید نبض بازار رو بگیریم، ببینیم حال و روزش چطوره. و این عدد 34 خیلی واضح به ما میگه که امروز جو غالب بازار ترسه. بله، ترس. این یعنی خیلی از سرمایه گذارها دارن پولشون رو از بازار میکشن بیرون و یه جورایی منتظرن ببینن چی پیش میاد. اما سوال اینه که این ترس اصلا از کجا اومده؟ خب بیایم با هم یکم عمیق‌تر بشیم و دلایل این ترس رو بشکافیم. ببینیم واقعا باید نگران باشیم یا نه. شاید این خودش یه فرصت خرید عالی باشه. ببینید این ترس فقط یه حس و حال نیست. کاملا توی اعداد و ارقام هم خودش رو نشون میده. ارزش کل بازار کریپتو 1.6% ریخته و به 3.78 تریلیون دلار رسیده. 1.6% شاید کم به نظر بیاد، ولی ما داریم از میلیاردها دلار پول حرف میزنیم که از بازار رفته بیرون. این یعنی سرمایه‌گذارها واقعا محتاط شدن. خب حالا فقط احساسات سرمایه‌گذارهای خرد نیست که بازار رو بالا پایین میکنه، نه. نیروهای خیلی بزرگتری هم هستن، یعنی عوامل اقتصاد کلان که دارن روی قیمت‌ها تأثیر مستقیم میذارن. تو چند وقت اخیر 2 تا خبر خیلی مهم داشتیم. یکی این که فدرال رزرو نرخ بهره رو کاهش داد که خب معمولا برای بازارها خبر خوبیه. از اون طرف هم آمریکا و چین به یه توافق تجاری مهم رسیدن که اینم یه سیگنال مثبت دیگه است. قاعدتاً بازار باید خوشحال میشد، درسته؟ اما واکنش بازار دقیقاً برعکس بود. باور کردنی نیست. ولی با وجود تمام این خبرهای به ظاهر مثبت، قیمت بیت کوین ریخت و اومد زیر 108,000 دلار. اینجاست که میفهمیم دنیای کریپتو چقدر غیرقابل پیش بینیه. همیشه باید آماده غافلگیری باشیم. دقیقاً مصداق همون جمله معروفه که میگه با شایعه بخر، با خبر بفروش. و انگار اینها کافی نبود، یه خبر دیگه هم اومد که نگرانی‌ها رو بیشتر کرد. یک نهنگ از دوران ساتوشی، یعنی یکی از همون اولین سرمایه‌گذارهای بیت کوین، یهویی 290 میلیون دلار بیت کوین رو جابجا کرد. اینجور حرکت‌های بزرگ و مرموز همیشه بازار رو به هم می‌ریزه و یه لایه جدیدی از عدم اطمینان به این معادله پیچیده اضافه می‌کنه. اما جالبه بدونید که تمام این آشوب و عدم قطعیت تو بازار بیت کوین یه میدان نبرد تمام عیار توی دنیای آلت کوین ها به راه انداخته. یه میدانی که توش یا یک شب پولدار میشی یا کل سرمایت رو از دست میدی. اسمش رو گذاشتن جنگ نهنگ‌ها. دقیقاً همینه. سرمایه گذارای غول‌پیکر دارن سرنوشت آلت کوین ها رو تعیین میکنن. هر کدومشون با خریدای سنگین یا فروش‌های ناگهانی سعی میکنن بازار رو به سمتی که خودشون میخوان بکشونن. وضعیت آلت کوین ها واقعاً یه ترکیب عجیبیه. از یه طرف خبر خوب داریم، مثلا گری اسکیل یه ETF جدید برای سولانا را انداخته که عالیه، اما از طرف دیگه خبر بعدم زیاده. مثلا بایننس چند تا آلت کوین رو دیلیست کرده و باعث سقوط شدیدشون شده، یا اینکه نهنگا یهو 140 میلیون توکن از یه آلت کوین محبوب رو فروختن. حتی خود سیزی مدیرعامل سابق بایننس هشدار داده که سمت یه میم کوین خاص با رشد 27000% نرین. خلاصه که بازار آلت کوینا الان به شدت بی‌ثبات و پر ریسکه و وسط این همه هیاهو چهره‌های سرشناسی مثل ویتالیک بوترین، همون خالق اتریوم، هم دارن به این آشوب دامن میزنن. اون دوباره شروع کرده به فروختن میم کوین‌هاش. خب این کارش معمولاً یه سیگنال منفی برای این دارایی‌های فوق‌العاده پر ریسک به حساب میاد. اما قسمت جالب و شاید طنزآمیز ماجرا اینجاست که دقیقاً همزمان یه میم کوین دیگه روی بلاکچین سولانا که کل هویت و تمش بر اساس خود ویتالیک تونسته به بالاترین قیمت تاریخش برسه. این واقعاً نشون میده که تو این بازار بعضی وقتا جو روانی و داستان‌هایی که ساخته میشه از هر تحلیل منطقی و فاندامنتالی مهمتره. خب با این همه آشوب و نوسان روزانه این سوال پیش میاد که آینده این بازار واقعا دست کیه؟ آیا میشه امیدی به نوآوری‌های جدید داشت که این کشتی طوفان زده رو به یه ساحل آروم برسونن؟
جواب مثبته. ببینید در حالی که خیلی سرگرم بالا و پایین‌های روزانه قیمت‌ها هستن، بازیگرای بزرگ دارن زیرساخت‌های آینده رو می‌سازن. یه مثال خیلی خوبش بنیانگذار تلگرامه که از کوکن رو نمایی کرده. یه شبکه هوش مصنوعی غیر متمرکز که روی بلاکچین تون پیاده سازی شده. این یعنی موتور نوآوری با تمام قدرت داره به کارش ادامه میده. و این ماجرا فقط به شرکت‌های تکنولوژی محدود نمیشه. نهادهای خیلی بزرگتر مثل دولت‌ها و غول‌های مالی هم دارن جدی وارد این فضا میشن. مثلا ویزا داره از 4 تا استیبل کوین روی 4 تا بلاکچین مختلف پشتیبانی میکنه. 23 تا بانک مرکزی به پروژه ارز دیجیتال چین پیوستن. حتی فرانسه و آلمان دارن روی یه طرح مشترک برای ذخیره استراتژیک بیت کوین کار میکنن. همه اینها نشون میده که با وجود تمام این نوسانات، اعتماد بلند مدت به تکنولوژی بلاکچین سر جاشه. و در نهایت بذارین یه پیشبینی خیلی جسورانه رو هم با هم ببینیم. رابرت کیوساکی، همون نویسنده معروف کتاب پدر پولدار پدر بی پول، گفته که قیمت بیت کوین میتونه تا آخر سال 2025 2 برابر بشه و به $200,000 برسه. این دیدگاه خیلی خوشبینانه و بلند مدت تضاد جالبی داره با اون ترس کوتاه مدتی که اول برنامه در موردش صحبت کردیم. خب با هم یه تصویر کلی از این بازار پر از تناقض دیدیم. یه طرف ترس و نوسان شدید روزانه، یه طرف دیگه نوآوری و دیدگاه‌های بلند مدت. حالا نوبت شماست که فکر کنید. استراتژی شما تو این بازار چیه؟ آیا دنبال سودهای سریع و پر ریسک آلت کوین ها هستین یا ترجیح میدین روی نوآوری‌های بلند مدت و زیرساختی سرمایه‌گذاری کنید؟